عرضم به حضور مبارکتون دکتر به اون میگفته آواز خوندن برام ضرر داره، به خصوص برای این نوای دهن و فک و زیر چشم و اینها. خلاصه گفت دیگه نخونم. دکتر که میگم منظورم پزشک نیستا، منظورم دکتر بزن بهادره، گفته که بخونم از فک روشنم میکنه. آخه من واسه دل تنگ مقام عظما میخونم، واسه بدبختیاش و فلک زدگیاش و این که بعد از 30 و چند سال فتواش به کشکم نمیخرن، واسه این که بعد از این همه سال حسرت مرجعیت رو زبونم لاش داره به گور میبره. شاعر شیرین سخن میگه رئیسی کردی آخر نیمه جومونش، های گرفتی حال و جوبوش، آوردی خوبونش. به هر محفل شده اسباب خنده، تو کردی زیر پا با نرم و سخونش. شروع شد این برنامه یا هنوز منتظر من وایسادن؟ یه چیزی پخش کنی، شطور دیدی ندیدی؟ صدا آواز داشت می اومدن؟ منم یه چیزایی شنیدم ولی نمیدونم از کجا آره بود. به جان عزیزت همینطوری بود. 2 بیت گفتی 4 تا غلط داشتی ناکس. اولا رئیسی عظما رو نیمه جون نکرد، عظما از جای دیگه ای نیمه جون شده که قرار نیست تو این برنامه وارد بحثش بشی. رئیسی خودش جز نیمه جون شده هاست. دوم بندش تو همه محفلا اسباب خنده نیست. درسته که همه براندازا دارن قشقش به حال روز ایشون میخندن، ولی تو محافل داخلی نظام گریه بازاریه که اونورش ناپیداست. سوم بندش استخون ایشون نرم نشده، نرم مال قدیمه، مال دوره نرمش قهرمانانه، الان خورد شده، مدل 2021 هونگی بدون خوردریز و آتاشخال. حالا برو سر سوالات. آیا دکتر فکر کنم اشتباه کردین، گفتین 4 تا غلط ولی 3 تا غلط داشتم، میشه 17. ناکس غلط 4م این که مگه من تجویز نکرده بودم دیگه نخونی؟ این غلطت از همه اونا گنده تر و خطرناکتر بود. آقای دکتر صحبت از گناه خطرناکتر شد، خواستم از همینجا تقدیر کنم از اعتماد به نفس مقام عظما که کسی به روزخونی هم قبولش نداره، ولی فتوا که سر گناه کبیره جدید تعریف میکنه. کلا صدور فتواهاش روان شده، همینجوری فتوا ازشون میریزه. فتوا دادن که رأی سفید اگر به ضرر نظام باشه حرومه. مگه رأی سفید به ضرر نظام میشه آیه دکتر؟ مهمتر این که چطوری این شیر فتواهای مقام عظما باز شده. هرچی که میکشه عظما از انتخاباته، حالیش چه بلایی تو راهه، این باعث میشه که شیر فتوا باز بشه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر میکردن، بله میفهمودن که صاحب مرغداری رفت تو سالن مرغایی که تخم نمیذاشتن، کله 3 تا مرغو گرفت کند پرت کرد کنار، گفت فردا برمیگردم، هر کدومتون 4 تا تخم مرغ نذاشته باشین همین بلا رو سرش میارم. فرداش اومد همه 4 تا تخم گذاشته بودن، ولی یکی بود که 1 تخم گذاشته بود. بهش گفت مگه نگفتم 4 تا، چرا یکی گذاشتی؟ گفت قربون برولایی من خروسم، میفهمی؟ خروسم. تشکر میکنم که مقام عظما رو به خروس تشبیه کردین، چون گزینه‌های خیلی بدتری هم مطرح بود. آقای دکتر حالا که در آخرین مناظره بحث برنامه‌های کاندیداها مطرح شد، این طرح محو یه چند تا کشور رو حسینیه کردن کاخ سفید و اینها چی شد؟ اونو من رفتم گفتم که بندازن عقب، طرح تسخیر کاخ سفید و فعلا به تعویق انداختیم تا پشتیبانیش حل بشه، چون کاخ سفید مصرف برقش زیاده، الان بگیریمش برقش از کجا میخوایم بیاریم؟ ممنون از این دوراندیشی نجات بخشتون، ولی نمیتونیم بریم اون دختر دانش آموزی که تو زیرزمین خونهشون انرژی هسته‌ای تولید میکرد بیاریم برق تولید کنه؟ البته اگه فضولی تو کارتون نباشه.
چرا تو کار من خیلی فضولیه. برو سر پس سوال بعدی. میرم سراغ نامه یه بسیجی سیلی خورده که گفته من گیج شدم از این شل کن صفر کن و مقام عظما. یه بار همه دوره بریاش رو هر میریزن تو انتخابات کاندیداشن، بعد شوبرر میداره و قد غم میکنه، بعد دوباره میگه به رد صلاحیت ها اجحاف شده، آب از لب و لوچامون روون میشه، بعد دوباره میگن نخیر مغریه پادره و اسمش رئیسیه. همه که میدونن مقام عظما به رئیسی نظر داره. از قدیما بهش نظر داشت، خیلی وقته. پس چرا کاندیداها به هم فوش میدن؟ خب ببلایی، خب واسه این که ولشون کردن وسط مناظره، اما حالیشون نکردن که مناظره یعنی چی؟ چه کار باید بکنن؟ اینا هم با رینگ خونین اشتباه گرفتن. بلد که نباشی خب نمیدونی چه کار باید بکنی که. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه تو رودخونه با لباس شنا میکرد. گفتن چه کار میکنی؟ گفت لباس هامو میشورم. گفتن خب شما که تو خونتون لباس شویی داری؟ گفت داریم، ولی هر دفعه تو اون میشورم سرم گیج میره. بالاخره آقای دکتر کار بعدی خودشون رو سخت‌تر میکنن. تو مناظره 96 اگه یادتون باشه همه به هم گفتن دوز و اختلاطی و مال و مردم خور و قاتل و اینها، آخرش همونها شدن رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه. آقای دکتر آره دیگه، اگه علی بابا رأی میدادیم آبرومندتر بود، چون اقلا میدونستیم دوزای دور و برش 40 تا بیشتر نیستن دیگه، اینقدر قضیه کش نمیومد. ولی خودمونیم اگه برای مقام عظما انتخابات باخته برای رئیسی برده، چون اگه تو انتخابات برنده شه میشه رئیس قوه مجریه، اگه بازنده بشه میشه رئیس قوه قضاییه. خیلی تاکتیکی هستی، استراتژیکی نیستی. باخت عظما دامن همه رو میگیره. لگدی که تو انتخابات میخوریم از برد و باختش نیست که، از اون جای دیگه است که اول قضیه به اشاره گذاشتم. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن به مشنگه گفتن قوی ترین موجود جهان کیه؟ گفت مورچه. گفتن چطور مگه؟ گفت یه بار یه مورچه رفت تو سوراخ پریز، اومدم با میخ درش بیارم، یک لگدی به هم زد که پرت شدم تو اتاقه که اون وره حیاتمون. آیه دکتر من مفهوم دردناک این توهین و تهدید نهفته در اونو خیلی خوب فهمیدم. انتخابات لگدی که نه به رئیسی و این هواشی به اصل نظام میخوره و پرتاب مقام عظما تا اون اتاقه که اون ور حیات من چطوری هست؟ آقای دکتر این چه صحبتی هست؟